به نام خداوند جان و خرد. عرض سلام و درود خدمت دوستان و همراهان گرامی. بنده عطارد هستم، هنرآموز رشته الکتروتکنیک. با جلسه سوم محل تمرین و مرور درس دانش فنی تخصصی پایه 12 در رشته الکتروتکنیک خدمتتون خواهیم بود. امید به خدا امروز صفحات 23 و 24 کتاب با موضوع تفاضل دو بردار رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب بریم سراغ اولین تمرینمون. خب در شکل روبرو دو تا بردار به ما دادن با اندازه های V1 200 و زاویه‌ای که با مبنا داره 30 درجه و همچنین V2 با اندازه 200 مجدد و زاویه 60 که با خط مبنا داره و از ما خواسته شده که V1 منهای V2 رو محاسبه کنیم و همچنین بردارش رو رسم کنیم. خب همونجوری که مطلع هستید در درس هم بهش اشاره کردیم در کلاس، ما برای اینکه تفاضل دو بردار رو به دست بیاریم یک فرمول داریم که یک رادیکالی بود. من این رادیکال رو براتون بنویسم در موردش صحبت کنم. اول اینکه بردار تفاضل ما با و پریم نمایش میدیم برابر با رادیکال زیر رادیکال اندازه بردار اول به توان 2 به علاوه اندازه بردار دوم به توان 2 منهای 2 برابر V1 در V2 در کوسینوس آلفا. خب آلفا چی بود؟ همونجور که قطعا خاطرتون هست، آلفا زاویه بین دو تا بردار، زاویه بین دو بردار. خب اینجا بردارها اون V1 و V2 هستن که زاویه بین دو بردار V1 و V2. خب اول ما پس باید بریم این زاویه رو به دست بریم دیگه. خب بچه ها اینجا خط مبنا، اینجا زاویه 0 شروع می شد اینجا از اینجا و ما حرکت می کردیم. وقتی به سر دیگر خط مبنا برسیم همونجوری که می‌دونید 180 درجه رو طی کردیم، همون نصف دایره هستش. خب پس اگر ما بخوایم این زاویه که آلفا هست رو اندازش رو به دست بیاریم، میگیم آلفا برابر با 180 که کل مسیر هست از 0 تا اینجا که 180 درجه است منهای. خب ما چون بین این دوتا بردار میخواییم، این دوتا بردار، این دوتا زاویه کناری رو داریم اندازه‌هاشو 180 رو این دوتا مقدار باید از 180 کم کنیم. یکی 30 هست یکیش هم 60 درجه که میشه 180 منهای 90 که برابر با 90 درجه میشه. خب حالا آلفا رو داریم، فرمول هم که نوشتیم، یه جایگذاریش رو اگر انجام بدید دیگه مقدار و پریم یا هم بردار تفاضل رو به دست خواهید آورد. بریم ببینیم جایگذاری کنیم ببینیم چطوری خواهد شد. V1 ما چنده بچه ها؟ میبینید هم V1 هم V2 مون اندازه‌شون 200 بس میشه 200 به توان 2 به علاوه 200 به توان 2 مجدد اندازه V2 منهای 2 تا 200 ضرب در مجدد اندازه V2 هم 200 در کوسینوس زاویه 90 درجه. خب کوسینوس زاویه 90 درجه چنده؟ همونجوری که همگی بلد هستید کوسینوس زاویه 90 صفر هستش. خب زاویه صفر اینجا زاویه مسلسل که خاطرتون باشه، کوسینوس هم این محور میشد دیگه که اینجا صفر اینجاست و 90 هم میاد این بالا. بچه ها من صفر رو گفتم اشتباهی، صفر اینجا شروع میشه و 90 عمود دیگه اینجا میشه. اجازه بدید یه بار دایره مثلث رو رسم کنیم که اگر کسی فراموش کردم خاطرش بیاد. این دایره مثلثاتی ما، این شد محور کوسینوس ما، اینم حالا وسط نشد اما خب کارمون رو میفته. اینم محور سینوس ما. خب
90 درجه بچه اینجاست دیگه، این زاویه اینجا میشه 90 درجه، یعنی از اینجا تا اینجا زاویه قائم است. خب کوسینوس 90 درجه همونجور که میبینید اگر اینجاست دیگه، اینجا به این پایین میشه دقیقا مبدا که همون نقطه صفر به دست میاد. کوسینوس 90 پس برابر با صفر هستش. وقتی کوسینوس 90 صفر شد، کل این مقدارم چون ضرب هست صفر میشه دیگه. خب بعد میمونه فقط قبل این منفی هرچی داریم. چی داریم قبل منفی؟ قبل منفی 2 تا 200 به توان 2 داریم که اینا رو ما وقتی به توان 2 برسونیم از اولیه میمونه 4، 2 تا صفرش هم میشه 4 تا صفر وقتی به توان 2 برسه. دوم هم همینجور که 2 تا 40,000 با هم جمع میشه. شما بچه اگر اینا رو با یه ماشین حساب ساده بزنیم که 80,000 عددی که برامون به دست میاد. الان بزنیم یه لحظه ببینیم چند میشه. 200 به توان 2 علاوه 200 به توان 2 که زیر رادیکال هست میشه 282 ممیز 84. 282 ممیز 84. خب این شد اندازه بردار تفاضل ما. که واحدش چیه؟ بله واحدش همونجوری که میگید خب ولتاژ دیگه، واحدش هم ولت میشه. اینجوری ما یه دونه بذاریم. خب این شد جواب سوال اولی. بریم سراغ رسمش هم نکردیم، رسمم الان میکنیم. من رنگ اینو عوض کنم. خب یه نکته ای داره توی رسمش و اینکه جهت این بردار برای ما مهمه. اینو میدونیم که بچه‌ها این بردار تفاضل ما اندازش و شکلش اینجوری میشه دیگه. خب حالا باید چون برداره باید یه جهت براش بذاریم. ما گفتیم اینجوری در نظر بگیرید بچه. حالا اینو میگم توضیحات دادم تو کلاس، اما یه مورد دیگه جدید بهتون بگم. ببین به هر جا شما پشت اون برداری که منفی هست، الان پشت برداری V2 منفیه، جهت بردار تفاضل از اون دور میشه. یعنی چی؟ یعنی V2 که اونجا جهت بردار تفاضل این سر بذار. درست شد؟ هر کدوم که منفی پشتش هست، هر برداری که منفی پشتش هست جهت بردار تفاضل ازش دور میشه. ببین منفی پشت V2 هست، جهت بردار تفاضل ما این سر گذاشتیم، نظرش دور شد. اینجوری فکر کنم بهتر یادتون بمونه دیگه. مورد رو مد نظرتون قرار بدید. خب بریم سراغ تمرین 2. اگر مشکلی ندارید که فکر می‌کنم دیگه نداشته باشید، میریم سراغ تمرین 2. بریم من عکسش رو بارگذاری کنم براتون. بیایم این سمت. میخواید مثال براتون بزنم اگر اینجا جا براتون نیفتاده؟ ببین یه بار دیگه اینجا بکشم. من یه لحظه دچار تردید شدم که شاید برای بعضیا خوب جا نیفتاده باشه. ببینید شما این V1 شماست، اینم V2 شما. خب ما بردار تفاضل اون بچه به این شکله که اندازه بردار اون این دوتا رو به هم وصل میکنیم. درست شد؟ این از خود بردار شکلش اندازش اینه، فقط میشه جهتش میمونه که ما جهتش رو چیکار کنیم. اینجا ما گفتیم که چی رو به دست بیاریم؟ V1 منهای V2 رو برامون باید به دست بیاد. صورت مثلا از هم خواسته یه ما جهت بردار اون سمتی هستش که این منفی پشت هر کدوم از این بردارها هست، جهت بردار از اون بردار دور میشه. چون منفی پشت V2 جهت بردار ازش دور میشه، میشه این ور.
به جایی که ما اینجا بذاریم میایم ازش دور میشه، ازش فرار میکنه چون منفی پشتش هست. حالا اگر اینجوری بود آقا V2 منهای V1 اون وقت چیکار میکردیم؟ اینجا من دوباره میکشم براتون. خب V1 میفته بد شد، اجازه بدید اصلاحش کنم. این V1 من اینجاست، این حالا V2. خب اولا میدونیم که خود این اندازه این بردار اینجوری میشه، میمونه جهتش. چون اینجا بهمون گفته چی؟ گفته V2 منهای V1 منفی پشت کیه؟ کدوم بردار اینجا؟ منفی پشت بردار V1 هست. پس از V1 دور میشه، جهت بردار برای منفی، جهت بردار تفاضل میشه این سمت. جهت بردار تفاضل از V1 دور میشه چون منفی پشت V1 هست. اینو مد نظرتون قرار بدید. خب بریم سراغ سوال بعدی. من اینو جابجا کنم، این سوالم براتون عکسش رو لود کنم که این زوم هم بیشتر کنیم چون داخل تصویر کیفیت میاد پایین، اگه زوم مناسب نباشه. خب سوال دو ازمون میخواد که درستی یا نادرستی هر قسمت رو مشخص کنیم. در مورد بردارهای جریان I1 و I2 هست که چند تا سوال ازمون پرسیده و به صورت صحیح غلط خواسته جوابشو مشخص کنیم که این حالا میتونه سوال امتحانم از این دست باشه. الف گفته اندازه I1 منهای I2 و I2 منهای I1 با هم برابر است. حالا ما باید بررسی کنیم این صحیح یا غلط. بچه دقیقا من این سمت بهتون گفتم. ببینیم سمت قبلی، ببینید دقت کنید شما. حالا این از ویه فرق نمیکنه، شما میتونید آی بزنید. به اندازه های اینا اگر دقت کنید با هم برابر. اندازه چی بود؟ 282 84 هم برای V1 منهای V2 همین عددی به دست میاد، هم برای V2 منهای V1 چون زاویه بینشون که بچه یکیه دیگه، زاویه بینشون 90. اندازه هاشون که اینجا 200 بود، پس اندازه بردار تفاضل که هم این باشه همین، یعنی اسمش اینجا مثلا من بکشم اینی همین و همین، اندازه هاشون با هم برابره، همون 282 84 هستش، اما جهتاشون با هم فرق میکنه. اما سوال از ما چی خواسته؟ سوال به ما گفته که اندازه اینها که I1 منهای I2 و I2 منهای I با هم برابر است. ما میگیم خب اندازه هاشون با هم برابره دیگه، مشکلی سر این نداریم، فقط جهتاشون با هم فرق میکنه. خب حالا ببینیم سوال به ازمون چی میخواد. میگه بردار I1 منهای I2 و I2 منهای I1 هم جهت هستند. خب بچه خودتون بگید به نظرتون هم جهتن؟ خب ببینیم باز رو همین شکل شما نگاه کنید. ببینید جهت یکی این سمت هست، جهت اون یکی سمت مخالفش هستش دقیقا. پس این سوال میشه غلط. این رو هم میزنیم غلط. بریم سراغ جیم. اندازه بردارهای I1 منهای I2 حتما از I1 و I2 کمتر است. میاد بردار I1 و I2 هرچی باشه تفاضل این دوتا که حالا تفاضل گفته I1 منهای I2 بزرگتر ازشون میشه. خب ما میایم اینو با یه مثال عددی حل میکنیم.
حالا یا این وره بگی بزرگتر، این وره بگی کوچکتر، فرق میکنه. اندازه بردار آی 1 منهای آی 2 حتما از آی 1 آی 2 کمتره. بریم ببینیم واقعا این شرطی که گذاشته درسته، جمله‌ای که گفته یا نه. عددی حل میکنم، میگم آی 1 من باشه 5 آی 1 اندازش دیگه از دیگه، آی 2 هم اندازش از 5. خب ما چون در مورد اندازه میخوایم صحبت کنیم و جهت و کاری نداریم اصلا. خب من میگم آقا زاویه بینشونم مثل همون مثال قبلی میگیرم 90 که محاسباتم ساده بشه. خب بیام حالا بردار تفاضل اینها آی پریم یا چی، یا همون که خودش گفته که آی 1 منهای آی 2، اینو میخوام به دست بیارم. خب برابر بود با رادیکال همونجور که میدونید آی 1 به توان 2 به علاوه آی 2 به توان 2 منهای 2 تا آی 1 آی 2 در کوسینوس آلفا که کوسینوس بینشون هست دیگه. خب آی پریم برابر است با عدد میذاریم 5 به توان 2 به علاوه 5 به توان 2. خب بچه کوسینوس 90 چند میشه؟ کوسینوس 90 قبلا گفتیم میشه 0، پس کل این عبارت برابر با 0 خواهد شد. منهای پلس 0 که این هم میشه دیگه، اینا در نظر نمیگیریم. مثلا چی میمونه؟ میشه 25 به علاوه 25 زیر رادیکال. خب ما میتونیم این به چه صورت بنویسیم؟ میتونیم به این صورت بنویسیم که 2 ضرب در 25 دیگه فرق نمیکنه دیگه. 25 برای 25 میشه 50، 2 ضرب در 25 هم میشه 50. حالا وقتی ما اینجوری نوشتیم میتونیم این 25 از زیر رادیکال بیاریم بیرون، یعنی آی پریم هم میشه 25 همون 5 به توان 2 دیگه، توان 2ش با رادیکال از بین میره، 5ش میاد بیرون میشه 5 رادیکال 2. خب اندازه تفاضل بچه ها چنده؟ اندازه تفاضل ما 5 رادیکال 2، اما اندازه بردارمون چیه؟ هر دوتاشون 5. پس اینجا که گفته اندازه بردار آی 1 منهای آی 2 حتما از آی 1 و آی 2 کمتر است، پس غلطه دیگه. الان این مثالی که من آوردم شد بیشتر، چون 1 رادیکال 2 تقریبا رادیکال 2 برابر با تقریبا 1/4 هست دیگه. چون ضرب کنیم 5 ضرب در رادیکال 2 عددش تقریبا میشه 7 و حالا 1/10 مثلا، از مقدار 5 بیشتره. پس این مثال ما، این جمله رو ما مثال نقض براش آوردیم، پس این هم میشه غلط، چرا که اندازه هر دوشون 50 بود اما تفاضلشون شد مقداری بیشتر است، مقدار 5. عذرخواهی میکنم 50 نه 5 ما 1 و آی 2 هر دوشون 5 بودن اما تفاضلشون مقداری بیشتر شد، یعنی شد 7 و تمام شه 7 و خورده یا 7 نمیگیریم برابر با تقریبا. خب بریم سراغ دال. سوال دال از همون میپرسه که با افزایش زاویه بین دو بردار آی 1 و آی 2 اندازه آی 1 منهای آی 2 کاهش می‌یابد. یا ما بیاییم زاویه بین این دوتا برداره که یعنی آلفا رو افزایش بدیم، اندازهشون یعنی همون تفاضلشون مقدارش کم میشه. و این بررسی کنیم ببینیم این درسته یا غلط. خب ببینید ما اینجا مبدأ رو داریم که خب اینجا 0 اون هست دیگه، از اینجا شروع کنیم به حرکت کردن زاویه همون زاویه 0. خب مثلا میگیم آی 1 مون اینجوریه با این زاویه، آی 2 مون هم اینجاست. ببینیم دقیقاً شبیه سازی کنیم اون چیزی که گفته. خب گفته آی 1 منهای آی 2. اولا اینجا هم که آلفا ماست دیگه بچه‌ها دیگه، حالا میگم آلفا 1 میذارم، اندازه آلفا 1 منهای آی 1 منهای آی 2 مون که میشه این، جهتش چی میشه؟ جهتش میشه از اون که منفی پشتشه دور میشه اینجوری. خب
حالا اندازش این همین چشمی مشخصه دیگه. حالا ما بیاییم چیکار کنیم؟ آی 2 رو یه خورده بیاریم اینورتر، یعنی زاویه بینش رو بیشتر کنیم، میشه با افزایش زاویه بین دو بردار دیگه. یعنی یا آلفا رو شما زیاد کن. خب من آلفا رو زیاد میکنم، مثلا میارم اینجا آلفا رو میبینید الان اینو شدم، این اسمش رو میذارم آلفای 2. خب حالا اینو با یه رنگ دیگه اگه بکشم، بذار ببینم چه رنگی داریم. قاطی نشه. این اینجا میاد تا اینجا. با جهتش چون آی1 منهای آی 2 هست، میشه از آی 2 دور میشه. این آی 2 مون اینجا بود، این سمت میشه فرش. بچه چشمی مشخصه دیگه. این مقدار تفاضل اولیه بود، اینم وقتی بعد دیدیم که آی 2 رو ما آوردیم این سمت، میبینید مقدار چشمی مشخصه که این تفاضل دومی بزرگتر شد. شما بازم اگه آی 2 رو بیاری این ورتر، یعنی زاویه آلفا رو بیشتر کنی، یعنی آلفا 3. ببین الان آلفا 2 من بزرگتر از آلفا 1 هم شد دیگه. حالا بیام یه آلفا 3 درست کنم که بزرگتر از همه اینا باشه، یعنی بیاریم مثلا اینجا، از اینجا تا اینجا الان آلفا 3 باشه اسمش، خورده تو هم شد، اما اشکال نداره. این آی 2 بعدی هست. ببینید بچه این بردار تفاضل همیشه از اینجا تا اینجا، که باز چشمی مشخصه که بردار تفاضل سومی از اون دوتای دیگه بزرگترن. پس این هم که میگه کاهش مییابد چی میشه؟ غلط میشه. این افزایش مییابد میشه غلط. خب بریم سراغ سوال بعدیمون. یک فضای جدید، سوال شماره 3. خب اجازه بدید من یه ابزار جدیدم بیارم. خب سوال از همون میخواد که با توجه به شکل این الف ب و جیم رو ما به دست بیاریم. اولین مورد الف میگه آی 2 منهای آی 3 رو بر من به دست بیار. بچه این آی 2 مون هست، اینم آی 3 ما هست. خب برای اینکه تفاضل به دست بیاریم، خب تو این که مشکلی نداریم، کشیده میشه. من رنگش رو عوض کنم چون رنگ خود کتاب دقیقا میگه. خب این اینجا. خب جهتش چطور میشه؟ گفتیم از این که برداری که منفی پشتشه جهت دور میشه. پشت آی 3 است، پس جهت اون میشه اینجا. درست شد؟ این فعلا از نظر شکلی این شد. حالا بریم سراغ محاسبه. خب یه فرمول داشتیم. قبل از این فرمول، اول فرمول بالا بنویسیم چون برای همین ثابته دیگه. خب فرمول همشون ثابته. ما این ابزار رو میخوایم غیر فعال کنیم، این میره اینجا، این مشکلمون هست. خب باش بذار دستی باز بکشم. خب یک کج شد، اشکال نداره. خب در حالت کلی بچه ما آی رو که بخوایم به دست بیاریم، اینجا اسمش رو میذاریم مثلا آی پریم.
هم آی پریم میتونیم بذاریم که به این فرمول کلیمون خودتون دیگه بلدید. اینجا چون به ما گفته چیو به دست بیارید، همون آی 2 منهای آی 3 هست دیگه، درسته؟ اینجا به ما گفته آی 2 منهای آی 3 از همون میخواد میگیم آی 2 اندازش به توان 2 به علاوه آی 3 به توان 2 منهای 2 تا آی 2 آی 3 در کوسینوس آلفا که آلفا هم زاویه بینش شد. ما آلفا رو میریم به دست میاریم ببینیم چقدر هست. خودش نوشته دیگه، اینجا محاسباتی نداره. آلفامون 30 درجه است، میبینید که دیگه بین این دوتا آلفای 30 درجه. فقط ما یک کوسینوس 30 درجه رو میخواییم که بچه ها برابر با قبلا گفتیم رادیکال 3/2 هستش. عدد اینجوری رو بچه حفظ کنید، چند تا زاویه هست 30 60 اینا خیلی کمکتون میکنه. خب حالا یه جاگذاری دیگه میشه، یعنی آی 2 منهای آی 3 که همون حالا آی بریم برابر با هر دو 6 هستن، 6 به توان 2 دوباره به علاوه 6 به توان 2 منهای 2 ضرب در 6 ضرب در 6 در کوسینوس 30 درجه. خب حالا ما یه جاگذاری میکنیم 36 به علاوه 36 منهای ایشون که 1/2 بود، یه چیز رادیکال 3/2 بود، یه ضرب کنید 2 با این 2 خواهد رفت و چیزی که میمونه منفی 36 رادیکال 3 هست. خب ما اینو با یه ماشین حساب به دست بیاریم ببینیم چطور میشه. 36 به علاوه 36 به علاوه 36 منها بود، اشتباهاً به علاوه گذاشتم همون سمت. عددی که حاصل میشه 2 ضرب در 3 بله 3/1 هست بچه ها. عددی که حاصل میشه 3/1 حدودا. این شد جواب الفمون. خب بریم سراغ ب. میگه آی 3 منهای آی 1 رو برام به دست بیار. ببینیم آی 3 منهای آی 1 چطور. من رنگش رو عوض کنم متفاوت باشه. فرمول که همین فرمول بالا هست، فقط اینکه عدد عوض حروف عوض شده، اندیس ها عوض شده. بذار بنویسیم آی 3 به توان 2 به علاوه آی 1 به توان 2 منهای 2 تا آی 3 آی 1 در کوسینوس. حالا اینجا مثلا اگر اینو بذاریم مثلا آلفا 1 این میشه آلفای 2. حالا ما به دست میاریم دیگه بذاریم آلفا 2. خب آلفا 2 مون اینجا برابر با چند بچه ها؟ ببینید بین آی 3 و آی 1 آی 3 مون که این هست، آی 1 مون همین قشنگ مشخصه دیگه چون 90 درجه هستش. این 90 درجه. خب شما میدونید کوسینوس 90 درجه چند میشه دیگه، اصلا نریم جلوتر اینا رو دیگه ننویسیم. کوسینوس 90 درجه بله همونجور که میدونید 0 میشه، پس کل این عبارت میشه 0 دیگه، ادامهشو ننویسیم. جاگذاری فقط اولیه رو داریم. آی 2 مون آی 3 مون نسخه میکنم 6 هست به توان 2 به علاوه آی 1 هم 8 به توان 2. خب 6 به توان 2 میشه 36، این هم که برابر با 64 هستش دیگه که جمعش برابر با 100 میشه که 100 هم برابر با 10 هستش. واحد هم کالا آمپر دیگه درخواست چون جریان هستش.
این هم اندازه سوال شماره ب قسمت ب. من این 90 پاک کنم چون جام کم هست. خب بریم سراغ قسمت جیم که ازمون خواسته I1 منهای I2 رو به دست بیارم. خب بچه نوشتن این فرمولا ما مهمه و نمره داره، در نظر بگیرید. اگه توی امتحان آمد شما زحمت بکشید بنویسید. مثل هم سری قبل I3 2 تا I1 در I3 در کوسینوس بینشون. این دفعه میذاریم بینشون آلفا 3. آلفا 3 چند دارد چرا بهم بگید؟ بین I1 و I2. این I1 من هست، این هم I2 دیگه. اینجا میشه. بذار رنگش رو عوض کنم. این زاویه خب کلش که 90، سی تاش هم اینجاست دیگه، همون 90 منهای 30 میشه که 60. این هم 60 درجه. ادامه کار جا گذاری میکنیم. خب اندازه I1 برابر با 8، اندازه I2 6 هست، منهای 2 ضرب در 8 ضرب در 6 ضرب در کوسینوس زاویه 60. خب بچه کوسینوس 60 همونجوری که از قبل بلد هستید برابر با 1/2 میشه. خب این 1/2، این دویی که توی مخرج هست با این دوی بالا ساده میشه، میشه 1. نمیشه 1. خب ببینیم چی میمونه. این 64، این هم که 36. اینجا یه دونه میشه منهای 48. خب شما یه جمع و تفریق انجام بدید. بذارید با ماشین حساب بزنیم ببینیم عدد دقیق چی در میاد. 64 علاوه 36 منهای 48 که میشه 7 و 21. 7 ممیز 21. این هم شد اندازه بردار تفاضلمون در قسمت چیم سوال. این هم از سوال 2. خب بچه چیزی که اینجا مهم بود لازم دقت کنید، یکی این که شما این زاویه ها رو به دست بیارید و کوسینوسشون رو بلد باشید، مقدارشون رو. این خیلی مهمه. ببینید 60 درجه بود، 30 درجه بود و حالا 90 درجه. کوسینوسشون بدونی. یه فرمول هم داره دیگه، این فرمول هم بلد بشی و بتونی جایگذاری کنی. بریم سراغ سوال 4 در یک فضای جدید. سوال 4 چی کنم؟ خب سوال 4 از همون چی میخواد؟ آمده معادله زمانی V1 و V2 رو به همون داده، ولتاژ V1 و ولتاژ V2، و از همون خواسته که این بردارها رو اولا رسم کنیم در قسمت الف. خب بریم سراغ رسم اینها.
برای اینکه خورده مرتب بشه ما از خط صاف استفاده میکنیم. رنگمون رو هم عوض کنیم. خب بچه ها ببینید اول اینکه بذارید من اندازه‌هاشون رو اینا به صورت قطبی اول بنویسم. ویه که ما اینجا عوض کنم. خب ویه که مون برابر با اندازه چنده؟ خب اینو میدونیم دیگه. از اینجا میتونیم ما اندازه رو به دست بیاریم که 200 رادیکال 2 همونجور که میدونیم مقدار ماکسیموم بردار V1 هست. زاویهش چنده بچه ها؟ اینا رو حالا جلوتر دیگه بلدید چه. اینجا چون چیزی ننویسیده اینجا زاویهش 0 هستش. V2 چی؟ V2 اونم برابر با باز مقدار ماکسیمومش که اینجا 150 رادیکال 2 هست. این هم می نویسیم که 150 رادیکال 2 با زاویه چند؟ بله این داخل کمان بعد تی میشه زاویه منفی پیشیشو. همونجوری که میدونید پی خب بر حسب رادیان هست پیشیشو و برابر به 180 هست پی. شما میتونید بنویسید اینجا 180 تقسیم بر 6 که برابر با چند در میاد؟ بله برابر با 30 درجه در میاد. 150 رادیکال 2 با زاویه منفی 30 منفی هم داره. پس پی برابر با چنده؟ پی برابر با 180 هست. یعنی از رادیان تبدیل کردیم به درجه که برابر شد با منفی 30 درجه. این مقدار قطبی حالا و زاویه‌اشو که ما داریم الان می‌خوایم رسم کنیم دیگه راحتیم. خب ببینید بچه‌ها شما اینجا رو مبدأ محل شروع بگیریم. ویه که اون هست 200 رادیکال 2 با زاویه 0. وقتی گفته زاویه هم 0 خب من از قبل داشتم دیگه مبدأم اینجاست. یه خورده من اینو بالاتر بگیرم که روی هم رنگش رو عوض نکنیم. رنگش رو عوض کنیم. این زاویه ویه که ما که میبینید اندازش رو داده به همون. اندازش چنده؟ من قلم بنویسم. ویه که اون اندازش هست بالا نوشتیم 200 رادیکال 2. زاویهش هم که اینجا چون مبدأمون بود ببینید من اینو عوض کنم رنگش رو. اینجا بچه ها مبدأمون هست دیگه. از این سمت هم که یادتون باشه مثبت بود، از این سمت منفی. پس اینجا الان ویه که ما شد 200 رادیکال 2. این خود بزرگ شد. اجازه بدید من اینو پاک کنم. خب این ویه که ما 200 رادیکال 2. این سراغ وی2 که 150 رادیکال 2 با زاویه منفی پیششون. منفی پیششون یا منفی 30. خب میشه بس از این سمت ما محور باید از این سمت دایره حرکت کنیم که منفی باشه دیگه. منفی 30 بچه تقریبا میشه اینجا. این زاویه اینجا همون 30 درجه هست اندازش، اما چون برعکس داریم حرکت میکنیم منفی 30 درجه است. این منفی تو جهت حرکت که حالا این وره شد منفی مشخص هستش دیگه. این مد نظرتون باشه. خب اگه بخوایم بردار تفاضل ما اینجا رسم کنیم چی میشه؟ اولا اندازش که اینجوری میشه بین این دوتا. حالا جلوتر بریم زاویه رو ازمون میخواد دیگه. خب پس ما بردار ولتاژ رو رسم کردیم شدیم V1 و V2. من اسم اینو ننوشتم، اسم V2 هم بنویسم. اینجا شد بردار V2 با اندازه چقدر؟ اندازش این ور بنویسم. اندازه 150 رادیکال 2 هستش. زاویه 30 درجه مشخص کردیم که حالا چون این ور اومده گفتیم منفیه.
وی یکم که زاویه صفر بود دقیقا خط مبنا افتاد. این از قبل جلسات قبلی قشنگ توضیح دادیم مفصل. اگر کسی باز مشکلی داره میتونه به جلسه دوم مراجعه کنه و جلسه اول رو هم نگاه کنید و این موارد رو اونجا مفصل توضیح دادیم. خب حالا بریم بردار ولتاژ رو که انجام دادیم رسم کردیم، حالا بریم اندازه به دست بیاریم. اندازه تفاضل رو میخواییم به دست بیاریم. اینجا هم گفته V2 منهای V1، چون گفته این هم رسم کنید، همون ما V2 منهای V1 رو میاییم به دست میاریم، همون فرمول قبلی جاگذاریشو میکنیم. خب اولی به توان 2 بله به بردار دوم به توان 2 منهای دوتا V2 در V1 در کوسینوس آلفا که زاویه بینشون هست، که ما زاویه بینشون هست. چون بگی چنده زاویه بینشون، این ور بنویسیم این ور بنویسیم آلفا برابر با میبینیم خیلی راحت این 30 درجه کامل مشخصه دیگه. این V1 این هم V2 هستیم از این مورد که حالا شما کج شد قشنگ مشخص هستش. آلفا اون 30 درجه هست. خب پس این هم پاک کنیم دیگه، این سمت احتیاجش نداره. خب دیگه بریم به جایگذاری کنیم ببینیم چطوری بنویسیم. بدیم برابر با V1 که اون بچه‌ها چنده 200 رادیکال 2 بله 200 رادیکال 2 به توان 2 به علاوه 150 رادیکال 2 به توان 2 منهای جا نمیشه کاش حتی خودم میدیم این ورزن اشکال نداره منهای 2 در 200 رادیکال 2 در 150 رادیکال 2 در کوسینوس 30 درجه دیگه آلفا 30 بود. درست چی بود؟ نه حالا 30 درجه. خب کوسینوس 30 درجه رو گفتیم رادیکال 3/2 خاطرتون باشه تو تمرین قبلی گفتیم بهتون. من رنگین هم عوض کنم. خب بیایم سراغ اینجا که رادیکال 3/2 بود و اندازه کوسینوس من بنویسم. خب حالا به خاطر اینکه دیگه فرصت هم نیست ما با ماشین حساب اینو بزنیم، ولی یه مقدار میتونیم ساده ترش کنیم. به خود ساده ترش کنیم بعد بریم ویتامینای B1 مون برابر با خب اینجا بچه ها 200 به توان 2 میشه 4 تا صفر جلو به ضرب رادیکال 2 به توان 2 هم خود 2 میاد بیرون دیگه میشه 8 4 تا صفر جلوش این 8 4 تا صفر جلو در واقع میشه 40,000 ضرب در 2 به علاوه این هم 150 به توان 2 ضرب در 2 که میشه 45,000 تا خب و ادامه کار رو هم اینجا این 2 در مخرج با این 2 در صورت ساده میشه 1 میشن جواب هر دو که من اجازه بدید با ماشین حساب یه دفعه بزنم دیگه. این میشه 200 رادیکال 2 ضرب در 150 رادیکال 2 ضرب در رادیکال 3. خب این رادیکال 2 بچه ها با این رادیکال 2 چی میاد بیرون؟ 2 میاد بیرون دیگه. خب
چون اینا دیگه همه ضربن، حواستون باشه اینا ضربن، پشت منفی ها، اینا رو با هم قاطی نکنید. چیزی که حاصل میشه ما 2 رو توی یکی از اینا ضرب بکنیم دیگه، میشه 400 ضرب در 150 ضرب در رادیکال 3. من یه دیگه بچه با ماشین حساب میزنم دیگه، فرصت نداریم. یک دفعه ببینیم چند میشه. 80,000 200. خب شما تصنیف بعد به این 45 سه تا صفر منهای پرانتز میذاریم، 400 ضرب در 150 ضرب در رادیکال 3 منتظم. خب جوابی که به دست اومد 145 ممیز 18 صدم. 145 ممیز 145 ممیز 18 صدم. این شد اندازه ویدو منهای وی که اندازه تفاضلی که در بعضم خواست. حالا آمده گفته تفاضل ویدو منهای وی1 رو هم رسم کنید. خب ما تا اینجا که آمدیم شکل‌ها رو کشیدیم تا کجا؟ تا اینجا. ادامهش رو بریم. خب ما گفتیم اندازه بردار که این میشه دیگه، خود بردار این خط میشه، این انتهای دو تا بردار رو به هم وصل میکنه. تفاضل میمونه جهتش. گفتیم که منفی پشت هر کدوم از این بردارها باشه جهت ازش دور میشه، چون پشت V1 هست پس از V1 که اینجاست دور میشه، جهتش میشه اینجا. این هم میشه بردار تفاضل ما. حالا با V پرایم هم میتونیم نمایشش بدیم. هم اندازش به دست آمد، هم شکلش رو و جهتش رو کشیدیم. این هم از سوال شماره 4. بریم داخل فضای جدید. خب بچه وی پریم من یه بار دیگه بگم همون این هست، وی2 منهای وی1 هستش، نه وی پریم از کجا اومد. این حالا گفتم اسمش رو وی پریم میذاریم چون الان اینجا خیلی شلوغ بود، من وی2 منهای وی1 ننوشتم. بریم سراغ سوال 5. عکس بارگذاری کنیم. سوال 5. این خود کوچیکش کنیم. خب ما چون اگر زومش رو درست نکنیم عکسامون نوشته هایی که می نویسیم کیفیتش میاد پایین. تو فایل قبلی من متوجه شدم، خاطر همین زومش رو 100 میذارم که کیفیت کارمون خوب بشه. خب سوال به اون میگه که برآیند دو بردار که از نوع جریان هستن I1 و I2 برابر با 5 تفاضلشون رو به دست بیارید. خب ما اینجا حالا هم میتونیم به صورت نکته‌وار حل کنیم هم به صورت تشریح. فرمول برآیند داریم دیگه، یادتون باشه میگفتیم برآیند دو تا بردار که برابر میشد با چی؟ V1 به علاوه V2. دو تا پایین برآیند بگیریم. خب چی بود؟ یه رادیکال داشتیم V1 به توان 2 به علاوه V2 به توان 2 به علاوه 2 تا V1 V2 کوسینوس صفر. کوسینوس حالا آلفا میذاریم که یکی باشه. خب بچه ها چون برآیند گفته حواسمون هست دیگه، فقط ما اینجا این علامت مثبت میشه. خب حالا اومده برآیند رو بهمون داده 5، اندازه I1 I2 بهمون داده.
ما باید تفاضل به دست بیاریم. ما مشکلمون چیه الان؟ مشکلمون اینه که زاویه بین اینا رو نداریم دیگه. اگه زاویه بین این دو تا یک و دو رو داشتیم خیلی راحت تفاضل هم میتونستیم حساب کنیم، چون اندازه هاشو داریم. خب ما به یه جاگذاری میکنیم که بخوایم بیاییم این آلفا رو به دست بیاریم. V1 به علاوه V2 رو به اون داده 5 دیگه، خودش گفته برایندش 5 رادیکال V1 به توان 2. V1 هم آخرین رو بچه ها من V1 نمیشم که I1 بود. بیم دوباره اصلاحش کنیم. اجازه بدید من اصلاح کنم. خب I1 منهای I2 البته به علاوه است دیگه، چون برایند گفت. I1 به علاوه I2 میشه I1 به توان 2 به علاوه I2 به توان 2 به علاوه 2 تا I1 I2 در کوسینوس آلفا. خب برایند اینا گفته 5 جاگذاری می‌کنیم. اندازه اولی 3 به توان 2 به علاوه 4 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در 3 ضرب در 4 در کوسینوس بینشون که الان نداریم فعلا دیگه چه زاویه‌ای هستش. خب اینا رو یه خود مرتب کنیم. میشه 5 برابر 9 به علاوه 16. اینا هم که در همه رو ضرب کنیم میشه 24 کوسینوس آلفا. خب بچه میخوایم رادیکال از بین بره، چیکار میکنیم؟ طرفین رو من با یه رنگ دیگه بکشم. طرفین رو میایم به توان 2 میرسونیم. خب 5 به توان 2 میشه 25 میشه 9 به علاوه 16 هم می‌نویسیم دیگه اینجا برابر با باز 25 میشه دیگه مثلا به علاوه 24 کوسینوس آلفا. این مساوی حواسمون باشه. خب این 25 این سمت میره اون سمت، مساوی میشه چی؟ علامتش میشه منفی، میشه 25 منهای 25 برابر با 24 کوسینوس آلفا. این با این بچه ها میشه صفر، میشه صفر. خب میشه صفر برابر 24 کوسینوس آلفا. خب چیکار کنیم؟ این 24 اینجا ضرب شده بیاد این ور تساوی میشه تقسیم، که میشه کوسینوس آلفا برابر با صفر تقسیم بر 24. هر کسی که صورتش صفر باشه خودش هم برابر با چه صفر هستش، یعنی میشه کلش میشه صفر. خب حالا از شما سوال میپرسم کوسینوس آلفا برابر با صفر شده، آلفا چه زاویه‌ای بوده؟ آلفا هم 90 میتونه باشه، منفی 90 هم میتونه باشه، درسته؟ خب ما آلفا رو میگیریم 90. خب من آلفا رو اینجا به دست آوردم دیگه. الان شما آلفا رو داری، اندازه آی1 آی2 هم داری، فقط اگر یه جایگذاری کنید تو فرمول تفاضل اندازه تفاضلت هم به دست بیاد. بریم جایگذاری کنیم ببینیم چه جوری میشه. خب آی1 منهای آی2 من برابر میشه با آی1 به توان 2 به علاوه آی2 به توان 2 منهای 2 تا آی1 آی2 در کوسینوس آلفا. فقط این علامت مثبتی که بالا بود شد منفی توی تفاضل. خب جایگذاری کنم. آی1 هم چند بچه ها؟ آی1 هم 3 هست، تو صورت سوال هست. ببینید آی1 3 آی2 هم 4 بله به 4 به توان 2 منهای 2 ضرب در 3 ضرب در 4 در کوسینوس 90 درجه. حالا این منفی 90 هم بذاریم جواب این چنده؟ من بگید کوسینوس 90 صفره، منفی 90 چی؟ منفی 90 هم با صفره. خب پس این
اینجا که توی پرانتز هست حواستون باشه، من حواسم نکشیدم، شما بکشید بچه ها. اینو همیشه یادتون باشه ضرب اولویت داره، بعد میره سراغ منفی و به علاوه. اول شما جوابی بس برید، ضرب و تقسیم اولویت داره. خب این همش ضرب داره صفر بشه، کلش میشه صفر، این کلش صفر. خب چی میمونه ازش؟ یه 3 به توان 2 که میشه 9، یه 4 به توان 2 که میشه 16 که رادیکال 25 و میشه 5. درسته؟ بوده این بد شد و این 5 رو که ما به دست آوردیم. پس در واقع هم تفاضل و هم برآیند این دوتا بودار با هم برابر شد. خب بریم سراغ سوال 6. یه در هر حالت مورد خواسته شو را به دست بیارید. مورد الف از همون چی میخواد؟ الف گفته آی دومون برابر با 4 با زاویه 120 درجه، آی یک هم 4 با زاویه آی یک 4 با زاویه 0، آی دو 4 با زاویه 120. خب بچه اینا رو رسم کنیم مثلا که بتونیم راحت تر کار کنیم. ببینیم خب آی یکمون 4 با زاویه 0 وقتی گفته، خب اینجا مبدأمون هست یا مبنامون هست. حالا این سمت هم که بیاد مثبت میدونیم، این سمت هم که میدونیم منفی داریم. وقتی گفته آی یکم 4 با زاویه 0 یعنی دقیقا میفته رو این خط مبنا اینجوری. آی یک اندازش چنده بچه؟ اندازش 4، زاویهش هم که اینجا 0 مشخص. آیدمون چی؟ خب اینجا که عمود باشه میشه 90. خب 30 درجه اضافه کنیم به 90 میشه 120 تقریبا میشه اینجا. اینم آی دو ما که برابر با 4 هست. زاویه چی؟ از اینجا تا اینجا هم که برابر با 120 درجه هست دیگه. از 0 شروع کردیم تا خود آی دو. بچه اینجاش هم میشه، میتونید به من بگید من رنگ عوض کنم. اینجا میشه چند؟ این کلش 180 دیگه، اینجا میشه 60 دیگه. 120 ازش کم کنیم میشه 60. یعنی 120 رو علیه 60 کنی کلش میشه 180. خب حالا ما بریم سراغ مسئله. ببینیم چی از اون میخواد. مسئله میاد یک آی دو رو هم بهت دادم، شما آی پریم رو برای من به دست بیار که هست آی یک منهای آی دو. خب من فرمول اینجا میتونم بنویسم، بذار پایین بنویسم که جا کم نیاد. آی یک منهای آی دو که اسمش هم آی پریم میذاریم برابر با چی هست؟ برابر با آی یک به توان 2 برابر با آی دو به توان 2 منهای دو تا آی یک آی دو در کوسینوس آلفا برابر است با آی یکم 4 به توان 2 به علاوه هر دو 4 دیگه، 4 به توان 2 میشه 2 ضرب در 4 ضرب در 4. خب زاویه بینشون بچه چنده؟ همون 120 درجه است دیگه. خب چه کوسینوس 120 درجه. اینجا به زاویه بینشون آی یک من این آی دو هم میشه 120 درجه. بچه یه صحبتی کنیم در مورد این 120 درجه که ببینیم تو دایره مثلثاتی جاش کجا میشه. خب اینجا محور کوسینوس ما هست، خاطرتون هست نه محور سینوس ما خود کج شد، اشکال نداره.
این هم 120 درجه تقریبا. خوبه زیاد شد اینجوری. این 120 درجه از اینجا تا اینجا. خب من گفتم اینجا چند بچه ها؟ گفتیم 30 درجه است دیگه. کل این تا اینجا 180. 120 درجه کم کنیم اینجا میشه، عذر میخوام، 60 درجه است، میشه 60 درجه. 120 تا داریم، سیما کلی 180 120 درجه کم کنیم 60 درجه. خب قبول دارید که بچه ها این کوسینوس 120 درجه اینجا همون، شما باید اینجوری کنید دیگه، عمود کنی به اینجا به محور کوسینوس ها، این مقدار میشه همون کوسینوس 120 درجه. خب ما میبینیم این کوسینوس 120 درجه با این کوسینوس حالا 60 درجه اینجا برابره، اما یه دونه علامت منفی داره. چرا؟ چون یه رو به اوله، این رو به دوه، این رو به سه، این رو به چهاره دیگه بچه‌ها، درسته؟ ما میبینیم تو قسمت منفی های کوسینوس هست، این ور مثبت، این ور سمت چپ منفی. اما خب میدونیم کوسینوس 120 با کوسینوس این 60 برابره، فقط تشریح منفی ضرب میشه. میبینیم کوسینوس 120 درجه برابره با، میدونیم یه منفی میخواد دیگه، منفی همون کوسینوس 60 که کوسینوس 60 رو داشتیم چند بود؟ 1/2 داشتیم از قبل، یه منفی پشتش داره دیگه، چون جهتش به سمت این سمت دیگه، سمت چپ. اینو نکته که ما باید بدونیم تا بتونیم اینجا جاگذاری کنیم. پس اینجا داریم این 120 رو میذاریم منفی 1/2 بچه‌ها، این دو این به دو میشه 1، این 2 به 2 میشه 1، یه منفیش میمونه. خب ما اینجا اشتباها این منفی اینو مثبت گذاشتیم بچه‌ها، اینو مد نظرتون باشه، من حواسم نبود جلو منفی میکنم، چون اینجا منفی جو گذاشتیم دوباره حواسمون نبود منفی مثبت گذاشتیم. سوال قبلی نبود برایم بود، اشتباه کردم. خب حالا من اینجا یه ساده کنم ببینم آیه که منهای آی دومون چند میشه، برابر با، خب 4 به توان 2 میشه 16، این هم 16، این منفی در این منفی منضرب بشه میشه چی؟ میشه مثبت، درسته؟ منفی که دوش ندارید بچه‌ها، یه منفی اینجا داریم، یه منفی هم اینجا، میشه مثبت. این کل این بچه‌ها اینجوری توی یه حالا گوشه ای توی یه دونه پرانتز چیزی هست منفی پشتشه، این خودش میشه این دو با این دو رفت میشه 16، یه منفی هم داره منفی 16 که یه منفی پشتشه میشه مثبت 16، درست شد؟ خب شما اینو 3 تا 16 با هم جمع شدن یعنی چی؟ میتونی بنویسی 3 ضرب در 16. وقتی ضرب شد میتونی این عدد رو که 16 است یعنی 4 به توان 2 اینو بیاری از این رادیکال بیرون، 4 به توان 2 بیاد بیرون از این رادیکال توان 2 از بین میره، میشه 4 رادیکال 3. این اندازه این بردار آی پریم ما یا یک منهای آی دو شد، قسمت الف، این همون آی پریم. خب بریم سراغ قسمت ب. قسمت ب از همون چی میخواد؟ این خود ببرم بالاتر، اینو جا داشته باشیم. خب قسمت ب بکشیم، این قسمت ب. خب قسمت ب اون بچه چی میخواد؟ میگه من آلفا رو بهت میدم 60 درجه آی پریم هم که هست حالا آی یک منهای آی دو فرضمون بریم، این چنده؟ این میگم برابر با 6 هست، آی یک رو هم بهمون داده
6 آمپر و آی 2 رو بچه ازمون میخواد. خب ما همین فرمولی که این بالا داریم و میایم عددی که داریم و داخلش جایگذاری کنیم. من فرمول دوباره ننوشتم بچه دیگه، همین فرمول دیگه. خب آی پریم هم چنده؟ گفته خودش 6. میگیم آقا 6 برابر با رادیکال آی یک هم چنده؟ آی یک هم داده 6. 6 به توان 2. خب بله آی 2 ندارم، خود آی 2 رو می نویسم به توان 2 منهای 2 تا آی یک هم 6 ضرب در آی 2. من این پرانتز اینجا بذارم در کوسینوس بینشون هم که زاویهشون هم که به اون داده 60 درجه. خب اینا رو یه ساده کنیم. این 2 6 تا میشه 12 تا دیگه که خورده. البته بذار به توان برسونیم. یه دفعه ما تعریف این بچه‌ها به توان 2 میرسونیم که این رادیکالمون از بین بره. خب 6 به توان 2 سمت چپ تساوی میشه 36 برابر با این رادیکال از بین میره. 6 به توان 2 باز میشه 36. زیر این رادیکال از بین میره دیگه با این توان 2. 6 به توان 2 میشه 36 به علاوه آی 2 به توان 2. خب منهای 2 6 تا 12 تا در آی 2 در کوسینوس 60 درجه هم بنویسیم دیگه. کوسینوس 60 درجه برابر با 1/2. همین بالا نوشتیم در موردش صحبت کردیم. این کوسینوس 60 درجه 1/2 بود، 120 منفی داشت. خب این به 2 بچه ها میشه 1، این به 2 میشه 6. خب مرحله بعد این 36 که من اینجا دارم اگر ببرم اونور میشه علامتش میشه منفی. میشه 36 منهای 36 برابر با خب یه آی 2 به توان 2 دارم منهای 6 آی 2. خب این که بچه با این میشه 0 دیگه، حرف توش نیست. خب این سمت مساوی من یه سمتش که 0 شد، این سمت هم میبینید یه آی 2 مشترکه بین هر دو. بیایم از یه آی 2 فاکتور بگیریم. یعنی چی؟ یعنی بنویسیم آقا 0 برابر با من از یه آی 2 که تو دوتا مشترک هست یه فاکتور میگیرم. میشه آی 2 منهای از اولی میشه آی 2 میمونه، تقسیم کنیم دیگه. آی 2 به توان 2 تقسیم بر آی 2 اینجوریه. چی میمونه؟ یا آی 2 میمونه. می‌نویسم اینجا منهای 6 آی 2 تقسیم بر آی 2 کنیم. چی میمونه؟ 6 میمونه. اینجا 6. خب که کلش برابر با 0. بچه اینجا ما 2 تا حالت داریم. حالا الان بررسی میکنیم برای آی 2 و اینا بینشون که ضربه. خب شما وقتی 2 تا چیزی داری با هم ضربشون کردی و حاصلشون شده 0 حاصل این ضرب، هم ممکنه قسمت اول 0 باشه هم قسمت دوم. درست شد؟ پس ما میگیم آی 2 میتونه 0 باشه، میتونم آی 2 منهای 6 هم برابر با 0 باشه که این آی 2 منو میکنه 6 و منفی 6 رو میبرم اون میشه مثبت 6. پس شما برای آی 2 میتونید 2 تا عدد داشته باشی. یکی خدمتتون عرض کنم که 0 هست، یکی 6. جایگذاری کنید. به جای آی 2 بذارم 0. ببینید این 0 میشه ضرب داره، حالا یه پرانتز هر چی میخواد باشه جوابش میشه 0. ضرب دیگه بینش. آی 2 6 بذار اینجا. آی 2 6 بذاریم میشه 6 منهای 6 0 ضرب داره. اینوری هم که 6 باشه 6 ضرب داره 0 برابر با 0 میشه. یعنی هر دوتا اینا میتونه بچه جواب آی 2 ما بشه. اینجا مثلا اون آی 2 اون 2 تا جواب داره که هر دوتاش هم میتونه صحیح باشه. خب بریم سراغ قسمت بعدی. خب ما این عکس رو بیاریم این که
یک کپی ازش بگیریم. خب این برام آوردیم بلاک کنیم اضافه است. این هم همچنین هم تراز هم باشن. خب خب سوال 6 قسمت جیم رسیدیم دیگه. بریم ببینیم قسمت جیم چیکار میتونیم انجام بدیم که حل شد. از همون خواسته آلفا رو به دست بیاریم در شرایطی که هم آی پریمو بهمون داده، هم آی دو و هم آی یک رو. خب همون فرمول قبلی که داریم دیگه، آی پریم برابر با آی یک به توان دو و علاوه آی دو به توان دو منهای دو تا آی یک آی دو در کوسینوس آلفای همون زاویه بینشون. خب آی پریم برابر با جا گذاری میکنیم دیگه. حالا چون آی پریم اون داده بود دیگه، حواستون باشه که آی پریم اون داده 5 رادیکال 3. 5 رادیکال 3 برابر با رادیکال، خب آی یک به همون داده 5 به توان دو به علاوه آی دومون هم مجدد 5 هست منهای، خب یه پرانتز بذارم، 2 ضرب در 5 ضرب در 5 در کوسینوس آلفا. خب ما نداریم آلفا رو دیگه، میخوایم آلفا رو به دست بیاریم. خب هدف اینه بچه‌ها به توان دو میرسونیم، این طرفین رو به توان دو میرسونیم که این رادیکال از بین بره، اینا بیاد بیرون کوسینوس آلفا که میتونیم حساب کتابمون انجام بدیم. میگیم 5 رادیکال 3 به توان دو بشه 25، 5ش میشه 25، رادیکالش هم میشه 3 تا 25 تا میشه 75 تا. این سمت هم که همون فقط رادیکال از بین میره دیگه، خودشون میان بیرون. 5 به توان دو میشه 25 به علاوه 25 منهای اینجا 5 تا 25 ضرب در 2 50 رادیکال 50 عذرخواهی میکنم کوسینوس آلفا. خب این منفی هم که مال خود فرمول بود نوشتم. خب 25 با 25 میشه 50 میره اون ور میشه چی؟ میشه منفی 50 میشه 75 منهای 50 ما برابر با منفی 50 کوسینوس آلفا. خب این چی میشه بچه‌ها؟ بله 25 میشه، همونجور که میدونید 25 برابر با منفی 50 کوسینوس آلفا. خب ما اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ این 50 رو منفی 50 رو ببریم این سمت، اینجا ضرب شده در کوسینوس بیاد این ور میشه تقسیم. بذار پایین بنویسم در نتیجه که کوسینوس آلفا برابر است با 25 تقسیم بر منفی 50. خب این میشه چی بچه‌ها؟ 25 به 25 1، این به 25 میشه همون منفی 2 که میشه منفی 1/2. در نتیجه یه خورده جمع کردیم سم کوسینوس آلفا برابر با منفی 1/2. خب شما میتونید باز اینجا ما کوسینوس معکوس بگیریم. حالا قبلا بهتون گفتم که چطور سر کلاس در موردش صحبت کردیم. ما بخواهیم یک زاویه رو به دست بیاریم که برابر با اندازه زاویه رو به دست بیاریم، یعنی کوسینوس آلفا رو داریم برابر به یه عددی، با هم خود زاویه رو به دست بیاریم میگیم از طرفین یک کوسینوس معکوس میگیریم. کوسینوس معکوس کوسینوس ایکس بچه‌ها میشه در نتیجه بذارم میشه خود آلفا. بچه شد کوسینوس معکوس کوسینوس یه زاویه خود اون زاویه میاد بیرون، اینجا میشه کوسینوس معکوس منفی 1/2. در واقع اینجا به ما میخواد بگه که
کوسینوس معکوس چه زاویه‌ای برابر با منفی 1/2 خواهد شد؟ خب ما به دست آوردیم دیگه، یادتون باشه زاویه 120 درجه بود که ببین منفی 1/2، خاطرتون باشه ما 1/2 بچه ها میدونیم دیگه. 1/2 کوسینوس چه زاویه‌ای هست؟ میدونیم آقا 1/2 کوسینوس زاویه 60 درجه است. اینجا محور کوسینوس هست، اینجا 60 درجه اون اینجا باشه، بیایم از همینجا پایین، این اندازه کوسینوس 60 که برابر با 1/2. ما اینو داریم، کوسینوس 60 برابر با 1/2. حالا اگر شما 90 درجه اضافه کنی تقریبا اینجا میشه دیگه. این زاویه من یه رنگ دیگه بکنم که قاطی نشه، از اینجا تا اینجا بچه میشه 120 درجه. دقیقا اگه شما بیایی پایین، اینجا میشه یه اندازه کوسینوسی که برابر با منفی 1/2 هستش. یعنی 60 و 120 کوسینوس هاشون مقدارشون فقط یه منفی توش با هم فرق میکنه. خب اینجا میشه کوسینوس 120 درجه برابر با منفی 1/2. اینو دقیقا میبینید دیگه بچه ها. ببینید کوسینوس 60 رو داریم 1/2، کوسینوس 120 هم دقیقا همون مقدار با علامت منفیه. به دست هم آورد مثال قبلی. پس اینجا زاویه‌ای که ما خواهیم داشت آلفا برابر با منفی 120 منفی نه عذرخواهی میکنم مثبت 120 دیگه، چون در جهت مثبت حرکت کردیم اینجوری آمده دیگه، این در جهت مثبت. من منفیشو پاک کنم که اشتباه نکنیم. مثلا دوباره بنویسیم مثلا که خب پس آلفا برابر با 120 درجه هست. آلفا زاویه بین دوتا بردارمون در اینجا حالا آی1 و آی2 هستش. خب بریم سراغ قسمت آخر و دال. خب بریم اینو به این منطقه. باز من از این یه کپی بگیرم. این 100 درجه من رو 100% بریم که خب سوال قسمت دال سوالمون از همون چی میخواد؟ گفته آقا من آلفا رو بهت میدم 60 درجه، بعد فرضم میکنم که آی1 با آی2 برابره. دیدید بالا دیگه 5 داده بود مثلا، یا اینجا ببینید 4 داده اندازه رو با هم برابر، یا اینجا ببینید آی1 و آی2 و 5. میگه آقا آی1 و آی2 رو من میگم برابرن، شما این نسبت رو بر من به دست بیار که آی پریم یعنی این تفاضل اینها تقسیم بر آی رو بر من به دست بیار چند هستش. خب ما فرمول این برآیند بچه‌ها دیگه آی این میشه بنویسیم میشه برآیند، اینم که میشه اینم میشه تفاضل. خب من فرمول برآیند و تفاضل رو می نویسم، هر جا آی2 دیدم آی1 میذارم، یا برعکس هر جا آی1 دیدم آی2 میذارم. به انتخاب خودتون یکیشو انجام بدید. خب میگم آی اول از آی شروع کنیم که برآیند هستش، بردار برآیند.
یه بردار برآیند من هست آی1 به توان 2 به علاوه آی2 به توان 2 به علاوه 2 تا یک آی2 در کوسینوس آلفا که زاویه هست. خب هر جا قرار من میگم هر جا آی2 دیدم آی1 میذارم. خب قرار ببینیم چطور میشه. خب خود آی1 که هست هیچ. بعدی چون میگم من برابرن دیگه، جای آی2 آی1 میذارم. آی1 چون با هم برابرن به علاوه 2 تا آی1 جای آی2 دوباره آی1 میذارم در کوسینوس آلفا. خب اینجا آی1 به توان 2 بله آی1 به توان 2 خب طبیعی که میشه 2 تا آی1 به توان 2 خلوتش کنیم. اینجا بهمون داده آلفا 60. وقتی آلفا 60 باشه بچه ها کوسینوس 60 چند میشه؟ بله کوسینوس 60 یک دوم میشه. خب شما اینجا هم یه یک دوم بگذار که کار ساده تر بشه. این دو اینجا به 2 1 این به 2 1 این دو هم پس با هم رفتن. چیزی که میمونه برامون به علاوه آی1 در آی1 میشه آی1 به توان 2. درسته؟ خب جمع اینا چی میشه؟ بله جمع اینا میشه 3 تا 1 به توان 2. این 2 تا 1 به توان 2 علاوه 1 به توان میشه 3 تا 1 به توان 2. خب بچه ها 1 به توان 2 رو که اون بینشون هم ضربه دیگه 3 ضرب داره 1 به توان. میتونیم اینو بیاریم بیرون از این رادیکال دیگه 1 به توان 2 رادیکال بگیریم میشه خود آی1 ضرب در رادیکال 3. حالا یا رادیکال 3 در آی1 برمی‌کنیم ضرب بینشون. درست شد. خب اینو درست کنم یه خورده. خب حالا مورد بعدیمون چی هست؟ میایم از این میخوایم این نسبت رو به دست بیاریم یا آی رو به دست آوریم برآینده به دست آوریم میایم سراغ آی پریم. میگیم آی پریم برابر است با فرمولی که داریم آی1 به توان 2 به علاوه آی2 به توان 2. خب اینجا چون آی پریم تفاضل هست من بنویسم اینجا باز اسمشو، چون تفاضل هست منفی میگیره 2 تا آی1 آی2 در کوسینوس آلفا اضافه بینشون. درست شد؟ درست. آی1 به توان 2 چنده؟ عدد نداریم پارامتری گفتیم هر جا آی1 بود خودشو میذاری آی2 هر جا دیدی آی1 بذار چون اینا رو با هم برابر کردیم فرضمون اینه دیگه. خب بریم میگیم آی1 به توان 2 به علاوه به آی2 رسیدم جاش میذارم آی1 منهای 2 تا آی1 دوباره رسیدم به آی2 دوباره میذارم آی به جاش آی1 اینا ضربه بینشون دیگه حواسمون هستی در ضرب داره کوسینوس آلفا. خب کوسینوس آلفا رو من دارم چند؟ کوسینوس آلفا رو دارم 1 دوم. خب این 1 دوم با این 2 ساده میشه میره دیگه میشه 1 میمونه 2 دوم برابر با 1 دیگه. خب حالا میرم سادهش میکنم یعنی این اضافاتش رو حذف میکنم آی1 به توان 2 بله آی1 به توان 2 میشه 2 تا آی1 به توان 2 منهای آی1 ضرب در آی1 میشه آی1 به توان 2. خب واضح هست دیگه 2 تا آی1 به توان 2 منهای 1 آی1 به توان 2 میمونه آی1 به توان 2. خب اینم که مشخصه که آی1 از این رادیکال میاد بیرون. درست شد؟ این هم شد خط بکشم این مقداره بذار با قرمز بکشیم کاملا وضوح داشته باشه. این مقدار تفاضلمون هست که برابر 1 شد. اینم مقدار
برایندمون است که رادیکال 3 آی شد. خب سوال ازمون چی خواست؟ سوال گفت یه نسبت من میخوام ازت میخوام اینو برام به دست بیار که آی پریم به آی هست، یعنی تفاضل به، دوباره می‌نویسم، یعنی تفاضل به برایند این با این شرایطی که من بهت گفتم اینجا این بود، آی1 مساوی با آی2 آلفا بر 60. این برام به دست بیار. میگم آی پریم شده رادیکال 3 ضرب در، نه اشتباه کردم، آی پریم هم شده آی1 و برایندم شده رادیکال 3 ضرب در آی1. خب بسیار واضح هست که میتونید شما آی1 رو با این آی1 بالا بزنید، صورت مخرج ساده میشه. چی میمونه؟ یک رادیکال 3، یک رادیکال سوم دیگه تو مخرج رادیکال 3. اینو میتونی گویا کنی ضرب در یک کسری که هم صورت هم مخرجش رادیکال 3 هست کنی و چیزی که حاصل میشه رادیکال 3 تقسیم بر رادیکال ضرب در رادیکال 3 تو مخرج میشه 3. این هم جواب دالمون. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب بچه ببینید شما اگر می آمدید آی دو رو به جای آی یک میذاشتی بازم همین رویه رو داشته، فرقی نمی‌کرد، شدهشون با هم برابرن دیگه. خب بریم سراغ سوال هفتم. خب من عکس رو بارگذاری کنم براتون و مجدد تنظیمات لازم رو انجام بدیم. خب چیک کنیم، بیا بالا، زوممون رو برسونیم به اون مقدار 100%. خب بچه ها ببینیم سوال از همون چی خواسته. سوال به اون میگه که برایند دو بردار آی1 حالا با اندازه 8 رادیکال 0 عذرخواهی میکنم 8 و زاویه 0 و آی2 که حالا بهمون نداده برابر با برایندش میگه 6 با زاویه 90 درجه هستش. مکتوب است محاسبه مقدار آی2، یعنی آی2 رو ازمون میخواد و زاویه بین دو بردار آی1 و آی2. خب من یه توضیح قبل از این بچه‌ها براتون در نظر بگیرم. ببینین خود اینو مرتب‌تر بکشیم. ببین ما یه دونه خب این خب این خط مبنامون یا حالا مبدأمون این سمتم که مثبتش هستش جهت حرکت. بچه ها ببینید من میخوام یه مثال بزنم، مثلا به این کاری ندارم. ببین من یه آی1 دارم، آی1 هم حالا اندازش یه عددیه که زاویهش 0 اینجوریه دیگه، حالا شما 8 هم میخوای بگی بهش. حالا ببین دقیقا میفته روی این خط معلوم، خود بالاتر میکشیم که معلوم بشه. این چی شد؟ این الان آی1 ما میشه که زاویهش هم چنده؟ 0 دیگه، حالا بگو همون 8 هستن با زاویهش که 0 دقیقا زاویه چون افتاده روی این معلوم اصلا خودش 0 هست دیگه. و آی2 رو نداریم جاش کجاست، اما به جاش آی رو داریم، میگه 6 با زاویه 90 درجه. خب بچه این زاویه 90 درجه از مبناست دیگه، از این خط مبناست، یعنی اینجوری این میاد. این چیه؟ البته خود باید کوچکتر بکشیمش. خب میگه اینجا هم هست آی که بردار برایند ما هست با زاویه چی؟ با زاویه 90. این زاویه بچه ها با این خط مبنا ماست، حواستون باشه. زاویه که به صورت قطبی میداد
یه معادلات قطبی بودن دیگه، نشون نمایش میدادیم. یه اندازه بود، یه زاویه، این زاویه بود که با خط مبنا ما هست. اما ما آیدو رو فعلا نداریم، نمیدونیم آیدو چطوری میشه. آیدو این سمت میشه، میدونیم دیگه، چون حالت کلی. ببینید شما وقتی میخواستی برآیند بگیری، ببینیم میگفتیم یه زاویه اینجا داریم، یه بردار مثلا آی1 داریم اینجا. بذارم یه چیز دیگه بذارم با این اشتباه نشه. مثلا بردار B1 داریم، یه دونه مثلا اینجا میذاریم B2. برآیند اینا اینجوری میشد، موازی این میامدیم این سمت، موازی اینم میامدیم این سمت، اینجوری میرفت بالا. یه خورده جاشمون نامناسب شد، یه خورده باید بره بالاتر. بعد اگر بیاییم از اینجا وصل کنیم به اینجا، این میشه بردار برآیندمون. حالا اسمشو بی بذاریم یا اصلا برآیند. سبک کارمون اینجا بود دیگه. این زوایایی که داشتیم، خب این مثلا تتای 1 ما بود برای B1، از اینجا تا اینجا میشد مثلا تتا 2 ما بود. یه زاویه بین اینا میشد که اسمشو میذاشتیم زاویه آلفا دیگه، برای برآیند استفاده میکردیم. من یه خط دیگه بکشم، یه رنگ دیگه بکشم که این زاویه بین این دوتا B1 و B2 ما اینا اسمش میذاشتیم آلفا دیگه. یادتون باشه که برای برایند هم کوسینوس آلفا رو استفاده میکردیم. ما الان B1 رو داریم، بردار برایندم که B باشه داریم، زاویه B رو هم داریم. زاویه B یعنی از خط مبنامون، خط قرمز تا خود B. این هم حالا اینجا هم دقیقا بچه‌ها همینه. ما آی رو داریم، برایند رو هم داریم، زاویه‌ای که برایند با خط مبنام داره داریم و 90 درجه هستش. قطعا بردار آی2 این ور میفته دیگه، یعنی سمت چپ آی میفته که بخوایم این شکل رو داشته باشیم، برایند بکشیم از وسط. خب اینجوری داشته باشیم. حالا ما میخوایم زاویه و اندازه آی2 رو به دست بریم. طبق همون فرمولی که بچه‌ها داریم، فرمول برآیندی که ما داریم، بنویسم یه بار این فرمول برآیند رو. ببینید این فرمول آی برآیند ما میشه آی1 به علاوه آی2 دیگه، درسته؟ خب حالا ما اگر اینو چون آی رو داریم، برآیند رو چون داریم، برآیند من دارم دیگه، بیام یه کارش کنم، بگم آقا من چی مجهوله؟ آی2 مجهوله. آی2 رو بیارم یه سمت نگه دارم، اون یکی ها رو ببرم سمت دیگه، میگم آی2 من الان این سمت نگرش بوده، اینم میارم این ور، میشه آی منهای آی1 دیگه، درسته؟ خب اینا هم که همه بردارن دیگه، علامت بردار رو روشون در نظر باید داشته باشیم، همیشه فراموش نکنیم. خب این منو یاد چی میندازه؟ یاد همون بردار عرض کنم خدمتتون تفاضل میندازه دیگه. خب من بیام دقیقا بردار تفاضل همین بود، فرمولش رو مینویسم، فرمولش رو دارم دیگه، فقط یه جاگذاریه. میشه بردار اول به توان 2، یعنی آی بردار برآیند به توان 2، به علاوه بردار دوم که آی1 باشه به توان 2، منهای 2 تا آی در آی1 در کوسینوس بینشون. خب اینجا دیگه بهتر آلفا نذارم، یه چیز دیگه بذارم که قاطی نشه با هم، مثلا میذارم فی. بریم حالا اینا حل کنیم، ببینیم چیکار باید کنیم. خب الان فی زاویه‌ای هست که بین
آی و آی یک هست، یعنی دقیقا بین همین دوتا. آی یک من که دقیقا رو مبدأ بود، یعنی زاویه که مبدأ داره با این خط مبنام یا مبدأ هم داره صفره، خودش گفته دی صفر، دقیقا روی همین خط. آی که برایندم باشه خودش هم گفته چقدر 90 درجه. ببین ناش. پس زاویه بین آی و آی یک من چقدره؟ این زاویه همونجور که مشخصه 90 درجه هستش. پس اینجا فی من میشه 90 درجه. من فی و مناسب ننوشتم. فی من مساوی میشه با 90 درجه که کوسینوس فی برابر با کوسینوس 90 و خب میدونی چند میشه؟ بله کوسینوس 90 صفر هستش. خب این رو ما از اینجا استنباط کردیم که کوسینوس بین زاویه بین این دوتا آی برایند و آی یک برابر با 90 هست با توجه داده‌های مسئله. خب این من اگه جاگذاری کنم این میشه خب صفر. وقتی این صفر شد پس کل این عبارت هم بچه ها میشه صفر. خب حالا بیام این عددی جاگذاری کنم و به دست بیارم ببینم آیدون چند میشه. میام اینجا می نویسم خب آیدوی من برابره با خط کسر، بچه همینه دارم می نویسم دیگه. آیدو من میشه این آی من آی یک که برابر بینه. آی به توان دو چنده؟ خودش گفته آی من 6 هسته. 6 به توان دو. بله آی یک هم چنده؟ آی یک هم 8. صورت سوال دارم. این خود آمد پایین، من ببرمش بالاتر. خب منهای دیگه عذرخواهی میکنم دیگه، منهاش هم صفر شد دیگه، احتیاج نداری، منها رو نمیذاریم. این تا اینجا. خب این قسمت اضافهش هم پاک کنم. خب برابر با خب 6 به توان دو چند میشه؟ 36. اینم 64. خب جمع میشه چند؟ 100 که رادیکال بگیری 10 به توان دو میشه 10. بچه آیدای ما اندازش 10 به دست آمد. خب پس این مقدار آیدو رو که از من خواسته بود اینجا من به دست آوردم. درست شد. حالا برم سراغ زاویه بین دو بردار آی1 و آی2. ببینیم زاویه اینا چجوری به دست میاد. خب من الان اندازه آی1 رو دارم، اندازه آی2 رو هم دارم، برایند رو هم دارم. خب فرمول برایند رو مجدد می نویسم. یا برایند برابر با آی1 علاوه آی2 دیگه، درسته؟ برایند اون اینجوریه همشون. خب اگر اینو بخوایم به دست بیاریم این بار هم همین فرمول رادیکال می نویسیم، این به شرط اینکه آی1 و آی2 اینجا باید جاگذاری بشن تو این فرمول و زاویه بین این دوتا این بار میشه آی1 به توان دو به علاوه آی2 به توان دو به علاوه دوتا پرانتزش هم بذاریم باز دوتا آی1 آی2 در کوسینوس بینشون. حالا کوسینوس بینشون بچه اینجا بذارم تتا، این سری اشتباه نشه با اون یکی‌ها. خب در نتیجه من اندازه آی رو دارم، چنده اندازه آی هم 6 هستش. خب من 6 رو جایگذاری میکنم. آی یک هم چنده؟ 8 به توان دو. آی دو هم چنده؟ به دست آوردم 10 که به توان دو میشه به علاوه این پرانتزش رو بذارم یادم نره 8 ضرب در 2 ضرب در 10 در کوسینوس تتا هم که میخوام به دست بیارم دیگه، زاویه مجهوله برام.
خب به خاطر اینکه از دست این رادیکال راحت بشیم، طرفین چیکار میکنیم؟ بله، طرفین رو به توان 2 میرسونیم همونجور که مطلع هستید. خب 6 به توان 2 میشه 36 برابر با، خب اون سمت که کلا رادیکال از بین میره، بقیه خودشون میمونن. یه 64 داریم، 8 به توان 2 یه دونه 100 داریم، به علاوه اونجا هم داخل پرانتز میشه 2 8 16 ضرب در میشه 160 در کوسینوس تتا. خب اینا جمعش انجام بدیم. این سمت میشه 36 برابر با 164 به علاوه 160 کوسینوس تتا. خب من این 160 رو اگه ببرم اونور، علامتش الان مثبت، بر اونور میشه منفی. خب میشه 36 منهای 164 که برابر با 160 کوسینوس تتا هست. خب اینو میشه حساب بزنم که دیگه وقتم خیلی نره. میشه 36 منهای 160. خب منفی 128 برابر منفی 128 برابر 160 کوسینوس تتا. خب 128 منفی 128 تقسیم بر 160 خب میشه منفی 8 اینجا. خب یه خورده بریم اینجا بنویسم، بعد بنویسم. پس کوسینوس تتای ما شد منفی 128. اون 160 بچه ها اینجا ضرب شده در کوسینوس تتا، میادیم و میشه تقسیم، میشه 160. من اینو تقسیم کردم میشه منفی 8. خب همونجور که میدونید چیکار باید کنیم؟ از طرفین کوسینوس معکوس میگیریم دیگه تا بتونیم به دست بریم. من یک کوسینوس معکوس بگیرم، کوسینوس معکوس منفی 8 بچه ها میشه 143. یه با ماشین حساب دیگه بزنیم چون خورده دیگه. اینجا حالا با یه رنگ دیگه، حالا شما تا یه مرحله دیگه بخواید برید جلو، این چیزی که ما رسیدیم بهش اینه دیگه که کوسینوس تتا برابر با منفی 8 از طرفین گفتیم یه دونه کوسینوس معکوس میگیریم. میگیم که کوسینوس معکوس کوسینوس تتا، خود تتا میاد بیرون، اینجا میشه کوسینوس معکوس منفی 8 که شما تو ماشین حساب بزنید تتا اون برابر میشه با 143 درجه. ولی خورده هم داره دیگه، تقریبا برابر با 143 درجه هست. این هم زاویه بین، ببین زاویه بین دو بردار آی1 و آی2 هست. خب بچه ببین همینجا اگه ما بخوایم بریم رو رسم کنیم، من رنگ اینو عوض کنم، یه رنگ دیگه بذارم. چی بذاریم متفاوت باشه؟ سبز بذاریم. خب ببین اینو حذف کنیمش. خب تتا 143 یعنی زاویه چی؟ یعنی زاویه بین آی1 و آی2. ببین آی1 که روی خط مبنا اون از زاویه 0 یعنی از همینجا شروع میکنیم میایم اینجوری میچرخیم تا زاویه 143. به 90 باید 53 تا اضافه کنیم، یعنی تقریبا مثلا یه همچین چیزی اینجا ها میشه آی2
که از اینجا تا اینجاش هم میشه چقدر؟ میشه 105. من این بالا می‌نویسم رنگش مشخصه دیگه. 153 درجه از اینجا تا اینجا. این زاویه بین دو تا بردار آ1 و این آ1 ماست، نه مایل ماست. که شما حالا اگر اینو نقطه چین بزنی، ببین رنگ اینو مجدد عوض کنیم، یه رنگی بذاریم متفاوت باشه، مثلا همین. ما خواستیم برند بگیریم، میگفتیم به موازات این یکی از این میاییم به موازات آیدا هم از آی1 شروع میکنیم میاییم بالا اینجوری. حالا خودمون هنگ شد، این ذره کج داشت، درست شد. دقیقا میشه بردار برایند بین آی1 و آی2. خب این هم از سوال شماره 7مون. نه این شماره 6مون بود بچه ها، نه ببینم، نه 7 بود. این از شماره 7مون رو هم حل کردیم. پایان سوالات صفحه 23 و 24 رسیدیم. امیدوارم که مسائل رو خوب یاد گرفته باشید، براتون تفهیم شده باشه، ابهامی دیگه نمونده باشه. اگر احیانا باز نیاز بود بعضی جا که توضیح داده بشه یا براتون ابهامی مونده بود، باز من سر کلاس میبینمتون و اونجا هم میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. فایل بچه ها این حالا ویدیوها رو هم من گفتم به یکی از همکلاسیاتون که بهتون اطلاع بده، اونایی که میخوان حالا مشکل دسترسی به اینترنت اگر هست سختشونه، فلش بیارن که این فایل رو هم براشون برسه. آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تکتون دارم. امیدوارم که سال دیگه ما خبرهای خیلی خوبی از قبولی شما در دانشگاه‌های طراز اول و مخصوصا دانشکده انقلاب انشالله بشنویم.